روز 3 ینور سال 2023 در شهر کولوب در جنوب تاجیکستان ده نفر در نزد بنای مرگ یا مردخانه این شهر جمع آمده بازداشت و جوابگری کشاندن میلیسه‌های گناهکار در مرگ ساکن کوچه دمینزاده عبدالقوار رازقوف را طلب کردند. رازقوف عبدالقوار اسرائیلویچ سال تولدش 1986 پدر دو فرزند را به گفته نزدیکانش شب گذشته کارمندان بخش کارهای داخلی منطقه کولوب با گمان فروش مواد مخدر دستگیر کرده بودند و بعد چند ساعت به آنها خبر دادند که مردش را از مرگ بگیرند. نزدیکانش میگویند دست کم سه کارمند میلیتیا با نامهای جمشید کراماتوف، شمشاد و ظفر عبدالقوار رازقوف را بیرحمانه شکنجه دادند که اتهام به یک ساکن ایثار گویا مواد مخدر فروختنش را به گردن بگیرد. آنها میگویند که در تمام بدن عبدالقوار آثار لطوکوب و شکنجه دیده میشد و دست و پایش را هم با سیم بسته بودند. در ویدیوهای زیادی که دوام روز از کولوب به اداره پایگاه خبری بامداد فرستادن نیز جسد مرد جوان دیده می شود که در دست و پایش آثار لطوکوب دیده می شود و نزدیکانش در آن ویدیو می گویند بگذار تمام جهان ببیند که او را زده کشتند. این ثبت آنچنان مدهش است که اداره بامداد از نشرش خودداری می کند. یکی از نزدیکان عبدالقوار رازقوف به بامداد گفت آن سه کارمند میلیسا عبدالقوار را مجبور کردند که مواد مخدر فروختنش را به کله بگیرد، ولی او رد کرده است و به همین دلیل او را تا مردنش عذاب و شکنجه دادند. چند منبع بامداد گفت در پی جمع شدن مردم کارمندان دادستانی کولوب آن سه کارمند میلیسا جمشید کراماتوف، شمشاد و ظفر را دستگیر کردند. عبدالقوار رازقوف به گفته همصحبتان بامداد در شهر کولوب از بچه‌های با نفوذ به شمار می‌رفت. او قبلا با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده، حال و شرطاً در آزادی قرار داشت و باید هر هفته در اداره میلیسا حاضر شده نشان میداد که در محل زیستش یعنی در شهر کولوب قرار دارد. آنها میگویند پدر عبدالقوار وفات کرده بود و او همچون فرزند کلانی سرابان اساسی عائله‌شان به شمار می‌رفت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 3 ینور با نشر یک اطلاعیه ویژه برای تشخیص دادگاهی به مرکز تشخیص دادگاهی و طبی شهر کولوب سپردن جسد عبدالقوار رازقوف و ادامه داشتن سنجش این قضیه از جانب دادستانی منطقه کولوب را تصدیق کرد، ولی درباره بازداشت سه کارمند میلیسا در رابطه به مرگ رازقوف چیزی نگفتند. وزارت کارهای داخلی در اطلاعیه‌اش سبب مرگ او را استعمال مواد مخدر نامید. بنا به فرضیه وزارت کارهای داخلی قضیه از آنجا آغاز یافت که روز 2 ینور سال 2023 کارمندان میلیسا گروه نویه کولوب ساکن محله خواجه موسی شهر ایثار پیرونوف اکبر سمندر قلوویچ را که پیش با ماده 220 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان سود شده بود هنگام به معاملات برآوردن مواد نشه‌دار دستگیر کرده از خانه او 356 گرم حشیش یافتند. پیرونوف گویا نشان داده است که این مقدار مواد مخدر را در عوض 5000 سامانی از ساکن کوچه دمینزاده شهر کولوب عبدالقوار رازقوف که پیش با ماده 200 قسم 3 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان سود شده است خریده است. وزارت کارهای داخلی میگوید 3 ینور سال 2023 رازقوف عبدالقوار در منزل استقامتیش دستگیر شده هنگام از نظرگذرانی خانه یک مقدار حشیش نیز گویا یافته باشند. پیش از دستگیر شدن شهروند رازقوف مواد سخت تاثیر نو متامفتامین استعمال نموده بود و در وقت به قسم منطقوی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان دسترس نمودند در آن نام برده بنا بر سبب استعمال نمودن تعداد زیاد مواد سخت تاثیر نو متامفتامین به هلاکت رسیده است. گفته می شود در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی ادعایی که نزدیکان عبدالقوار رازقوف رد میکنند و میگویند که او بر اثر لطوکوب و شکنجه جان باخته است.